تو یک مسلمان دیگه که همش دوست می‌دارن این دین خداوندی است او پیغمبرها همش پیغمبرای خدا هم کدامش باشه ما همش دوست می‌داریم اما اون بدبختا که از دین محرومن دینشان دین نیست اگه دین باشه اگر همه پیغمبر رو دوست می‌دارن پیغمبر خدا رو کریکاتور دارن چی فایده کنه از این آبروی پیغمبر به این کم شد دنیا با پا کرد تمام دنیا صورتش مکران زیر پا کردن صورتش بیرق فرانسه دید این گونه شخصیت ها زیاد نمی روند از این بعد ابولهب بود کجا شد از این بعد ابو جهل بود کجا شد زیر خاک گشتند خدا میگه از عهده هر چیزی نمی برایی او را به ما بسپار ما این لعنتی را به خداوند می سپاریم خدای مهربان داریم که انشاءالله این را خار دنیا و آخرت می گرداند تمام دنیا در مال مکران و مال فرانسه را بایکاٹ کرده مجنوب را در مسلکه فرستن چی ضرر کرد؟ خود ضرر کرد یا گردی ما مسلمان ها رو شکست ترساندن بلکه خون مسلمان ها را یه باره داجون شود مسلمان حقیقی از غیر خدا از کسی نمی ترسد اونا همین قیرات دارن حالا در فرانسه حالتی واهمناکی 56 درجه خیزانی هم والله اگر ما و شما در این حالت خب کردیم وای بر حال ما چگونه روز قیامت ما و شما دعوا میکنیم که دعوای امتی میکنیم چگونه ما و شما چیکار داری با پیغمبر اسلام بدبخت تو کافر نباشید دو باشید که همه کریکاتور رو در فرانسه این که هم گروه مخصوص سر میکنه اما دنیا رو ناتین میکنه نفرت بین مسلمان و کافر پیدا میکنه نفرت بین ملت ها پیدا میکنه باشه در اونجا 8 میلیون مسلمان در فرانسه در اینجا رسول اکرم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه و ماله و ولده و الناس اجمعین شما مؤمن حساب نمیشه گفتن شما را خداوند به بهشت نمیداره گفتن شما را خداوند از شفاعت من با نصیب نمیتونه تا من از جان تا زاید دوست نداره از مال و ثروت تا زاید دوست نداره از خانه و در تا لما در کلام محفلی که پیغمبرتان تحقیر کردن خاموش شیسته گفت دادن نتانسته همونجا دانه که شما مسلمان نیسته دانه که پیغمبر از شما بیزار است از شما برای امت بزدل ترکانده بیزار است در جهان نتوان اگر مردانه زیست همچه مردان جان سپردن زندگی است این است پهلوانی این است شجاعت و قهرمان یک جوان که در دنیای فرانسه را به پا خیلان باید دشمنای خدا دانن هر دینش باید هر کس دینش ما دین مسیحیان احترام من در روسیه رفتم فقط در محفلان جوانها رو تاکید کردم که نسبت به دین مسیحیت نسبت به مسجدهاشان نسبت به پیردان و همسایه‌هاشان به احترام نکنه هر دین در نزد پیروای خودش مقدس است ای پیغمبر صحبت من همش همین بود تا آمده از من این بدبختا باشید چی بود پیغمبر رسال خون پیغمبر ما که اینجاش خون ریخته است نه این باش تو بار فضل لعنت پیغمبر ما رو جنگش در تاریخ همش معلوم است از اول تا آخر که 13 سال جنگ کردن 10 سال همگی 500 یا 600 کس مرده است هم 5000 مرده است آخر در یک جنگی به یکم وطنی شما 100 میلیون آدم بود در جنگ بیرون جهان 100 میلیون آدم بود در جنگ صلیبیای بدبخت صدها هزار آدم کشته پیر جوان این خونرنگ اینا خونخور نه لیل خونخور استالین خونخور نه پیغمبر ما که در حیاتش فقط یک بار یا شمشیر می‌سوزید خلاص
آیا معدور پردانه دشمنش در دردش رسید و عجل الهی بود صد باندار بود دیگه کسی رو زندگی حتی یک شپالا به یک زندگی نیستن وای با خانکار کردن و خانریف کردن. اسلام با شمشیر پهن نشده است. اسلام با اخلاق خوبش، اسلام با آدابش، اسلام با پاکیزگیش، اسلام با محبوبیتش، اسلام با عدالتش، اسلام با برادری و برادری دنیا به پرچگین دانه در شیع از مجاهد مسلمان دیگر همجا همه سواد داره مگه زیادتر یک مجاهد مسلمان و او در اقیانوس داشت. اروپا در تا یک مجاهد مسلمان رفته است. همینا باید دعوت اسلام آوردن. همشان پاکیزگی اسلام دیدن، نظافت اسلام دیدن، اخلاق عالی اسلام دیدن که یک فرزند مسلمان در بالای پدر و مادری بیمارش تا صبح بیمار بینی میکند. نجاست چه تازه میکند. این دیده مسلمان شدن. وقتی که حال خوشان از این مقایسه کردن اسلام و دوست داشتن. این اسلام اگر دور ارگشبان نمید آچه جان چه حال داره میگو. من در رسی رفتون دلیل جنگلات خانبوکها در کمپرگاه در بیرون برام بشیش کرد. همون چیل که نکنید اینا چیل بزرگ این همون بچه هاشان درشن در ویلاهای کلان خودشان در این بودکچه آمده این هفته بوم هفته این ما بوم یک بود اوقاتشان رو میکردن. انا تربیه امروز پرتی های دنیا رو برام دیدید داد و وعده کردی. اما اسلام باشه اجازه نمیشه. حضرت امام حسن حکایه میگن در کتابا در پیش فاطمه میکش فاطمه فضا میکرد حضرت امام حسن دست دراز میکرد در پیش مادرش میگو بچه یه خطیمه هم میگو بچه جواب میترسون دست دراز کنون این قند من گیرون یکی دیدید شما کشه من گناهگار شما آف شد تا مادر سیر کردن حضرت دست در تام دارد این تو تربه وای بایزید بود که بالای سری مادرش تا سر دست کودی آب استاد کودی آب دست در بالا مادر کار رنگی کمپری گاچی ارگش بردی کاوای آب بود رفت آب آن دست تفریقی کمپری خواب برده دلش نشید بیدار که ما آچار ما باشیم که بیدار میکنیم و دلش نشید نگاه کرده ایستاد نصف شب دستش در که ایتو میگه نصف شب بیدار شد آب بود آب امور مادر مقرد میشم همیشه نگاه که خواب برفتی من بالای سری من نشیشتم ترسیدم که یک بیدار شد آب بیرون خواب برده باشه دل درنج من آخی مادر شد کجا میدونم و این دلیابی مادر سحرگاه کشاده شد دری اسرار الله این دعای مادر بود بنابر همین این احترام مادر از تربیت اسلامی باید نمیشد دیگه دیدم مادر است هم خوجینای کلانی دختر کمونیست در بشای خانه پدر و مادرش ارتیسا و تینارتیارا پدر و مادرشون در بشای خانه همونجا میمونند از همونجا راست میرن قبرستان زردش هم برای خانی پدر بچه بینو این خانه های فسانی بچهش دوی دیوان خار و این بیمار بینو هردوش چند هزار چون داشت دامن پیش داداشت در بین هردوش یک مدو باشد داداشت رو باید دارد این تربیه اسلام است این اسلام این که انسان کمان میکنن والله از اسلام دور شما پدر و مادر خوب دانن که اول خارخوشان میشن و بچه هاشان خار میشن باشن از این سطح این طرف نمیدونم باشن گردن بیود که مقصودم که از نوار معلومون در خانات هم گوش کنه هم خانات هم به رحمت خدا ببارد هم نور به آسمان ببارد ملائکه الهی بریم به اینجا صلوات به پیغمبر خوانده شده وقتی که بیکار نمونه گوی است اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یک بار با روح پاکی پیغمبر صلوات برسه خدا به شما 10 رحمت میفرسته 10 گناه تان از نامه اعمال کور بکنه 10 درجه مقام تان در جنت بلند میبرداره خدا همه ما را شفاعت برسه